سلام دخترا، من کیمیا هستم و به چنل یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو ما قراره با هم میکاپ کنیم و بریم پیشواز عکاسی فشن. حالا عکاسی فشن چیه؟ با من همراه باشید، واسهتون توضیح میدم. موضوع از این قراره که من شاید بتونم بگم که 1 ماه یه پیج اینستاگرام زدم به اسم کیمیا ووگ و تو این پیج استایل میکنم و پست میذارم و در آینده قرار نکات مختلفی راجع به استایل کردن و سبک ها و چگونگی کاربرد و استفاده انواع کمربند و نمیدونم چیزای ترند رو آموزش بدم. و نکته این پیج، یعنی نکته طلایی این پیج چیه؟ همراه باشید بهتون میگم. ما استایلیست های مختلفی داریم از سراسر جهان و حتی خود ایران. پیج های زیادی هستن که مسلما دیدین. حالا اینا چی کار میکنن؟ اینا میان اکثرا ترند ترین آیتم ها رو انتخاب میکنن و باهاشون استایل میکنن، مثل ترند ترین جکت، ترنچ کت یا شلوار هایی که ترند شدن. مثلا اسکینی الان ترند نیست، بک ترنده، سوپر بک ترنده یا چیزهای دیگه. من براشم رو پیدا نمی کنم. اوکی، یافتمش. حالا من چی کار میکنم؟ من میام هر چیزی که از قدیم و گذشته مونده، تو کمد مونده، خاک میخوره یا حالا خاک نمیخوره، نسبتاً جدیده یا حتی ترنده، میام از همه اونها استفاده میکنم و یه جورایی نشون میدم که قدیمی ترین چیزها هم همچنان میتونن کاربرد داشته باشن، یا حالا با یکم تغییر یا با خیلی تغییر یا اصلا بدون هیچ تغییری. حالا در ادامه این پیج هم برای من مثل یه رزومه هستش، یعنی یه رزومه کاری محسوب میشه، هم این که من باز پروشم پیدا نمی کنم، پیداش کردم، همین که میتونه برای بقیه حالا یه چیز کمک کننده باشه، الهام بخش میتونه باشه، چون بالاخره سبک ها، ترکیب رنگ ها و اینکه خب هر کسی سبک شخصی خودش رو داره. در کل خیلی کمک کننده است. حالا اگه شما به فشن علاقه دارین یا حتی یکم گمراهین، نیاز به کمک دارین، نیاز به راهنمایی دارین تو این حالا سبک، تو این دنیا، پیج من فالو کنید. حتما با جون و دل. اگه سوالی داشته باشین به سوالاتون جواب میدم، کمکتون میکنم و با علاقه این کار رو واسهتون انجام میدم، چون گفتم دیگه رشته خودم هم طراحی لباسه و هیچ سختی برام وجود نداره، دشواری نداریم. بریم ادامه میکاپ. بعد آدرسش رو براتون میذارم زیر همین پست. و من چرا بروشمو پیدا نمی کنم؟ همش در همش بومن. شلخته نیستم ها، فکر نکنی شلختم. حالا آره. و حالا الان چه میکاپی قراره انجام بدیم؟ واقعیتش نمیدونم، ولی میدونم که میخوام یه خط چشم تیز بکشم، یه چیز خیلی تیز. چطور شد؟ خوبه؟ چون این میکاپ برای عکاسی هستش و یه جورایی اجزای صورت رو باید بولد کنیم که حالا از دور مشخص باشه، زیباتر به نظر برسه. من دوست داشتم این خط چشم هم بهش اضافه کنم، چون خیلی تاثیر بسزایی تو عکاسی فشن داره. اینم از خط چشممون، یه خط چشم مینیاتوری و خیلی کشیده. حالا میخوام یکم شاین بزنم. این شاین رو تو ویدیوهای قبلی هم واسهتون توضیح داده بودم که چیه. این رو من خودم درست کردم. ترکیباتش پرایمر، یکم یک کوچولو کانسیلر مایه هستش و شاین های ریز ناخون. نگاه کنید و پیگمنتش عالیه، به طرز عجیبی پیگمنتش خیلی خوبه.
من باز براش پیدا نمی کنم. براشامو تازه شستم، همشون تمیزن. برای همین از دستم استفاده می کنم برای زدن این سایه. حالا هایلایتر هم هستش به عنوان ازش واسه هر چیزی میتونید استفاده کنید، چه هایلایتر، چه حالا سایه چشم، چه برای گریم، چه واسه لب، روی رژ لب، چه هر چیزی. حتی فی‌البداهه میتونید به هر جایی بزنید اصلا. حتی میتونید باهاش نقاشی هم کنید. میتونید واسه بولد کردن یه سری بخشای نقاشیتون یا تابلوتون ازش استفاده کنید. تا حالا از لوازم آرایشی برای نقاشی کردن استفاده کردین؟ من قبلا هر لوازم آرایشی که حالا چه واسه خودم بود، چه واسه مامانم بود، چه واسه حالا دوستام، اطرافیان و خالم و اینا بوده، میگرفتم و باشون نقاشی میکشیدم. درسته یکم خیس و چسبناک و اینا بود، ولی خب خیلی اوکی میشد، یه چیز جدید میشد. خب اینم از این محصول کیمیا. میتونید ببینید پیگمنتشو عالیه، شاینش عالیه، محشر بی نظیره. بچه میدونید من خیلی دوست دارم یه بار موژه بکارم، ولی میترسم که موژه بکارم چشمم به همون حالت عادت کنه و هی بخوام پشت سر هم باز موژه بکارم و اینطوری به موژه‌های خودم آسیب برسونم. و از طرفی خیلی دلم میخواد موژه‌های خودم بلندتر از چیزی که هست بشه. واقعا شاید الان خیلیاتون بیاین بگین که خب موژه خودت اندازش خوبه، مثلا دیگه چی میخوای، یا خدا رو شکر کن همینو داری. خیلی ها همینم ندارن، ولی خب آدمی زاده دیگه، به کم راضی نیست. خب کانتور هم میکنیم که تو عکس اجزای صورت خیلی بهتر خودشون رو نشون بدن. اینم از میکاپ ما. گرچه من روژگونه نزنم، به نظرتون همینجوری اوکیه؟ همینجوری برم؟ خب اینم از میکاپ من. برای عکاسی فشنمون آدرس پیج رو حتما این زیر میذارم. اگه دوست داشتین فالو کنین، حمایت کنین. حمایتتون دلگرمی میده به من واسه فعالیت بیشتر، فعالیت بهتر، با کیفیت تر. و اینکه دوستتون دارم. بوس بهتون. فعلا تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.